چند وقت پیش من برآمدم از افغانستان یک چکر به مدت 15 روز دیگه گذاریم نشد بیرون. کجا رفته بودی؟ من تاجیکستان رفته بودم. خب چرا؟ اصلا بی ربط، خب بی ربط هیچ چیز نبود. مردم گفتن این کیس داره، مردم گفتن که این گریخت، مردم گفتن چی، ولی من فقط رفتم که یک بار ببینم بیرونه. آفرین. رفتم تک تنها بودم، هیچ کس همراهم نبود، یعنی که از افغانستان کس رفته باشه. 15 روز 16 روز نشد لالا. من همین مردم رو دوست دارم، خورد تا کلان این مردم رو دوست دارم. این مردم من قلبا دوست دارم. یک نفر که در روی سرک کراچی داره، او رو که من برایم امروز بغل کشی میکنم. چرا؟ او مرا میشناسه، وقتی که مرا میبینه در لبش یک لبخند میه. پس من کلی دوست دارم. من میخوایم همیشه باشم، در بین مردم خود باشم، با مردم خود خدمت بکنم، روز به روز زحمت بکشم تا بتونم یک چیز خوبتر جور کنم که یک نفر 4 دقیقه که طبیعتش خراب باشه موبایل در دست خود بگیره سعی کنه حداقل یک خنده که بگی بر من میلیاردها دلار بر من ارزش داره. واقعا رقم بس دلار را پیش کردی. پیسه. خب چی بود تجربه از رفتن به تاجیکستان؟ فقط دلتنگی و دق شدن؟ دلتنگی و دق شدن. لالا یک ذره خودم هم دق آورده بود. دق به این آورده بودم که مثلا کارهای بعض وقت کارها یک نواخت میشه. در 23 سال من هیچ جایی نرفته بودم، یعنی بیرون از افغانستان. دوستای ما بودن که یک دفعه طرف ما یک دفعه برابر شد رفتیم تاجیکستان. ویزه 3 ماه بود، ما 15 روز تیر کردم. حالا هم دردآور است. 15 روز تیر کردم، خستم پس اومدم. بعد از اون ثقیل کار خود شروع کردم، ثقیل‌تر پیش